اما یه جدال حساس دیگر رو میتونیم با هم به تماشا بشینیم. مهدی بالی و ناصر علیزاده میتونه کشتی قشنگی باشه. وزن 97 کیلوگرم. خب به من بگید صدا خوب بود دوستان؟ تا کشتی شروع نشده میتونیم نظرات شما رو جویا بشیم و کمی مختصر با هم صحبت کنیم تا خب مثل اینکه استقلال ناصر علیزاده رو نیاورد روی تشک. ناصر اومد روی تشک و این جدال میتونه رقابت قشنگی باشه. کامنت ها رو ببندیم و بریم. ناصر علیزاده با دوبنده آبی در مقابل مهدی بالی با دوبنده قرمز. این کشتی هم میتونه کشتی قشنگی باشه. تیم استقلال قهرمان شد و قهرمانی خودش رو مسجل کرد و این رقابت میتونه فقط از لحاظ جدال شخصی بین دو تیم دو کشتیگی لحاظ اهمیت باشه و فعلا امتیازی رد و بدل نشده. 30 سالی از کشتی رو فعلا سپری کردیم بدون امتیاز. کماکان ناصر علیزاده و مهدی بالی در وسط تشک دستاشون هر دو داره کار میکنه. یه وزن بالاتر اومدن قبلا در کشتی وزن 87 کیلوگرم مصاحبه میکنم که یه وزن بالاتر اومدن و در 97 دارن کشتی میگیرن. باید ببینیم که اختیار اول و داوران به کدام یک از دو کشتی خواهند داد. مهدی بالی یا ناصر علیزاده. خوش نفس مهدی بالی، قدرت بدنی بالاتری داره به نسبت، اما خب کار تمام شده است برای تیم زاگرس و تیم استقلال قهرمانیش مسجل شد لحظات قبل توسط جمال اسماعیلی. اختیار اول رو به کشتی دوباره قرمز بالی دادن و در خاک ناصر علیزاده این فرصت رو داره که بتونه جبران کنه. با شکل و شمایل جدید هم حضور پیدا کرده ناصر علیزاده نسبت به سری‌های قبل. و 1-0 تا به این لحظه ناصر علیزاده پیش به واسطه اخطار. ببینیم میتونه در خاک امتیازات خودش رو افزایش بده یا خیر. خب حالا دست رو از بیخ کتف دست داره جمع کنه ناصر علیزاده تا بتونه امتیازات خودش رو افزایش بده. ناصر علیزاده میتونه از این فرصت به دست اومده استفاده کنه. خیلی ارزشمنده وقتی در مقابل مهدی بالی که سخت میشه در سرپازش امتیاز گرفت. نشست پایین بالانداز از پایین تنه نشست، یک لحظه کم آورد و نتونست بالانداز رو اجرا کنه. ناصر علیزاده حالا دیگه باید دست سر پا امتیاز بگیره وگرنه نمیتونه این رقابت سخت رو به نفع خودش به اتمام برسونه. 2 دقیقه از کشتی سپری شد. کماکان 1-0 به نفع ناصر علیزاده که امتیاز حاصل از اخطاری که هنوز زمان زیادی باقی مونده برای جبران و میشه گفت بالی میتونه با کار کردن دستا این اختلاف رو جبران کنه. علی اکبر یوسفی هم در ترکیب قرار نداد، حتی القدسی رو تشخیص داده در ترکیب قرار بده و 1-0 به نفع ناصر علیزاده. مهدی بالی و ناصر علیزاده کار خاصی از دو کشتیگی نمیبینیم. یک امتیاز رو هم داوران به واسطه اخطار دونستن تا این لحظه به بالی بدن و البته در ادامه رقابت باید دید که شاهد اجرای فنون خواهیم بود. کشتی چنگی بده نمیزنه و باید منتظر وقت دوم باشیم. شاید در وقت دوم شاهد اجرای فنون باشیم. فعلا که 30 ثانیه استراحت رو با هم ببینیم. خب
وقت دوم 30 ثانیه استراحت و حالا ببینیم چه خواهد کرد مهدی بالی. آیا میتونه جبران کنه یا خیر؟ میخواد که اخطار بگیره مهدی بالی، شاید با گرفتن اخطار. حالا دست داور بالا میاد، اخطار برای دوبنده آبی ناصر علیزاده لحاظ میشه و بعد در خاک بنشینه. علیزاده فعلا برنده علیزاده است به واسطه قوانین جدید کشتی. کسی که امتیاز اول رو گرفته برنده است و این ناصر علیزاده است که و فعلا 1-1 برابر. مهدی بالی اگه میخواد برنده باشه باید دیگه تو خاک امتیازات خودش رو افزایش بده، وگرنه کار برای او سخت خواهد شد. ناصر علیزاده که نتونست از فرصت خودش استفاده کنه و حالا نوبت مهدی بالی رسید، رفت به دنبال فیلتو، خودش گرفتار شد. ناصر علیزاده که ضربه فنی کنه، صحنه حساس، توی صحنه که بالی ریسک داره میکنه، آیا میتونه ضربه فنی کنه ناصر علیزاده یا نه؟ گرفتار شد مهدی بالی از حالا از رفت به دنبال گل‌انداز. ناصر علیزاده چه گل‌اندازی اشاره میکنه، عجب اشتباهی کرد مهدی بالی. یک بار دیگه نشست برای بالاد زیبا ناصر علیزاده موفق بشه اختلاف رو به 6 امتیاز برسونه. یک اشتباه این گونه جریمه کرد مهدی بالی رو و ناصر علیزاده قدر این فرصت رو تونست میرفت که ضربه فنی کنه که خارج شد از اون حالت. فرق 6 امتیاز اختلاف. 1 دقیقه و 40 ثانیه تا اتمام رقابت. مهدی بالی فعلا بازنده این رقابت است و استقلال داره جشن قهرمانی خودش رو با شکوه‌تر برگزار میکنه با بردهای بیشتر در حضور خودش در رقابت‌های لیگ برتر که بسیار ارزشمند هست و عنوان قهرمانی رو باید برای استقلال تهران بدونیم، استقلال قم بدونیم، هرچند که مجموعاً در تیم استقلال ایران و مجموعه فرنگی استقلال قرار دارن. استقلال تهرانی که به صورت تیم فوتبالش در بخش نتایج تیمی هم نتایج خوبی گرفته و حالا در رقابت‌های لیگ برتر کشتی هم فعلا نتیجه عالی به دست آورد و قهرمانی به دست آورد و 7-1 علیزاده هم تا به این لحظه برنده است و میتونه این برد رو قشنگتر کنه برای تیم استقلال. 1 دقیقه پایانی. مهدی بالی به نظر بی انگیزه میاد و پاها و گامهاش رو به جلو نشان از جبران و گرفتن امتیاز نیست و این علیزاده است که به واسطه یک اشتباه که از بالی رخ داد تونسته تا به این لحظه 7-1 پیش بیفته و به نظر کارم تمام شده است. حالا یکم تلاش خودش رو بیشتر میکنه مهدی بالی. 30 ثانیه تا اتمام رقابت. این آخرین کشتی است که من بعد شما گزارش خواهم کرد. کم کاستی هم ببخشید، از صبح یه تک خدمتتون بودم گزارش کردم، اگه جای اشتباهی رخ داد شما بزرگواری خودتون ببخشید و امیدواریم که باز هم بتونم هر جا که باشم در خدمت شما بزرگواران و مردم عزیز ایران باشم. خودش هم میپذیره شکست رو مهدی بالی و زودتر میاد و تبریک میگه به تیم استقلال و ناصر علیزاده. داور وسط سوتو زده، میگه که باید تا آخر کشتی اجازه بدید زمان مشخص کنه که قهرمان کیست و ناصر علیزاده باید دستش به عنوان فرد پیروز بالا بره و این رقابت رو تونست به خودش به اتمام برسونه. ببخشید صدای منم گرفته شد.
با این کشتی و با اتمام این کشتی من هم از حضور شما بزرگواران و عزیزان خداحافظی خواهم کرد و همونطور که عرض کردم کمی و کاسیا رو به بزرگی خودتون ببخشید. خوشحالم که یک بار دیگه تونستم خدمت شما بزرگواران باشم، با امیدی که بتونید در فرصت‌ها و در مسابقات آتی هم با شما باشیم و از تماشای رقابت‌ها لذت ببریم. خدا نگهدار.